دفعه پیش در جزیره آرزوها رقابت کننده ها مجبور شدن بر عمیق‌ترین و تاریک‌ترین ترس هاشون غلبه کنن. همه اونها موفق نشدن، ولی بقیه گروه رو غافلگیر کردن و مستقیم با ترسشون روبرو شدن. توی یه حرکت عجیب تایلر وقتی ترسید بره پیش جوجه ها، ماهی ها رو مایوس کرد. فهمیدید؟ و بعد هم بای بای تایلر. یه بار دیگه ماهی ها عقب افتادن. میتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، اما امروز در جزیره آرزوها ببینید چه اتفاقی میفته. میخوایم بریم با هم جزیره، اونجا باید خیلی خوب باشه. میخوایم بریم با هم جزیره، اونجا باید توپ به توپ باشه. چه خوش میگذره به ما، میریم ساحل و آفتاب میگیریم، بعدش میریم ماهی گیریم. شبها میریم تو جنگل، میخندیم و تا صبح میشینیم. چه خوش میگذره به ما. موش ها، ماهی ها، رقابت امروز یه تجربه واقعی از کمپ تابستونیه. قایق سواری، این بار با قایق های خودتون از دریاچه استخونی پارو بزنید به سمت جزیره. وقتی اونجا رسیدید باید قایق هاتون رو به سمت دیگه جزیره ببرید که 2 ساعت پیاده روی در جنگل پر درخت و خطرناک خواهد بود. چی رو باید دقیقا حمل کنیم؟ حمل، باید قایق هاتون رو با خودتون ببرید رفیق. فهمیدی؟ وقتی به طرف دیگه جزیره رسیدید یه آتیش نجات روشن میکنید که من درباره اون نظر میدم. اولین تیمی که تا خونه پارو بزنه و قایق ها رو به ساحل برگردونه برنده میشه. زود باشید بچه ها، بدوید. صبر کنید، یه چیزی دیگه باید بگم. در افسانه گفتن اگر چیزی از جزیره بردارید تا ابد یه جورایی نفرین خواهید شد. بله، جزیره نفرین شده. برید قایق هاتون رو بردارید تا یه خورده حل کنیم. باشه. ای وای چی شد؟ قایقا رو کریس به ما گفت که پارو رو برداریم. وقتش بود که من دست به کار بشم. اگه میتونستم گون و 5 دقیقه تنها گیر بیارم، میتونستم با قدرت مردونم گیرش بندازم. هی گون، من و تو یه گروه، نظرت چیه؟ ترن، تو باید با ما بیای. باشه، ولی من مسئولم. من اینجوری دوست دارم. آره همین درسته. کدی؟ مثل یه داداش تقصه، یه داداش کوچولی واقعا اذیت کن. سخت رفتن با ترنت. مثل تکنیک من کار کن. من یه 87م یه سرخ پوستم، یعنی قبیله هر وقت بخواد میتونه منو بخواد. چی میشد الان بخوانت؟ هورتی شریک من میشی؟ پسر، فکر میکردم بریجیت و من نزدیک شدیم، اما یه دفعه نمیدونم انگار داره ازم دور میشه. اشکالی نداره. هی جف، شریک نمیخوای؟ عالیه. هی پسر، قایقا زیاد برمیگردن؟ نه، تا وقتی که آب مواج نباشه. بهتره اینا رو بگیری بپوشی. آب هم مواج بشه؟ واقعا؟
او آره، بعضی وقتا هم تو موج زدن زیاده روی میکنه. وقتی 9 سالم بود برادرم شیرم کرد تا از یه سکوی پریش بپرم تو استخر. ترسیده بودم ولی پریدم. نمیخواستم اونو بزدل سلام کنن. با پشت افتادم تو آب. از فرود اومدن با شکم بهتر بود. نه؟ تمام پشتم آسیب دید. مجبور شدم واسه درمونش برم بیمارستان. واسه کاری که کردم یه کلمه ساختن. پرش گوه‌ای. از اون موقع من از آب میترسم. مشکلی نیست، دارمش. کمک میخوای؟ نه آروم پسر، همه چی درست میشه. اگه این قایق تکون میخوره بهش نزدیک نشید. اوه درد گرفت. روی علامت هاتون آماده؟ پارو بزنید. این باعث میشه که چند تا ایمیل خشن واسمون بیاد. خب نمیخوای بریم بیرون؟ نه. جمعه شب چطوره؟ نه. شنبه چطوره؟ شنبه برای من خوبه. من با تو بیرون نمیام هیچ وقت. باشه آرومتر. ایش پس یه شنبه هم بیرون نمیای؟ فهمیدم. باشه شاید هنوز واسه کدمایستر آماده نیست. بعد این بهمون یاد دادن بومیا که چطوری درست کروکودیل بگیریم و بپزیم. همینطور کوالا. فکر میکردم شکار کوالا قدغنه. نمیدونم. احتمالا غیر قانونیه. اشکالی داره که من بدنمو برنزه کنم؟ از نظر من که اشکالی نداره. میشه یه چیزی ازت بپرسم رفیق؟ امروز صبح من یه کادوی معرکه به بریجیت دادم ولی با رفتار عجیبش جوابمو داد. وای خدای من، کورتنی خیلی بد بود. من از مسواک زدن برگشتم، دیدم یه چیزی زیر ملافه ها باد کرده. وقتی ملافه رو برداشتم اونو دیدم. ها؟ آره با دستای خودم ساخته بودمش. جدی که نمیگی؟ جدی میگم. خیلی بدترم میشه. پشتشم با خودکاری توضیح نوشته شده بود. امیدوارم هر وقت به کادوی من یه نگاهی انداختی یاد من بیفتی. خوب نیست؟ اصلا رفیق خیلی هم بده. واسه توصیف بد بودنش کلمه گیر نمیاد. ببین دوست شدن مثل غذا دادن به یه خرگوشه. اگه میخوای خرگوش به سمتت بیاد نباید هیچ حرکت سریعی بکنی. بیا خرگوش کوچولو، بیا. اگه یه تونک سفالی به شکل قلب برای خرگوش پرت کنی خرگوش شروع به فرار میکنه. میفهمی چی میگم؟ پس واقعا خراب کردم. خراب کردی رفیق. فکر کنم بدونم چرا هی بهم ضد حال میزنی. به خاطر ترنت نه؟ ببین من خیلی به ترنت نزدیکم و کاملا احساس میکنم که اون به تو علاقه داره. اینطور نیست؟ میخوام یه کاری کنم که بهت خوش بگذره اگه بخوای. وای خیلی لطف میکنی. آره خب یه کاری کن تو راه برگشت با هم باشیم تا از خجالتت در بیام. جالبه که اینو میگی. ببین من خودم یه ذره مشکل دارم. منظورت چیه؟ خب من یه جورایی با اون شرط بستم که اگه مایه تو رو بگیرم تمام ظرفامو تا آخر مسابقه میشوره. باشه زیادی خواستم. فهمیدم. ببینم چیزی اونجا دیدی؟ فکر نمی کنم که با قایق‌هاتون از دریاچه به سمت جزیره استخونی پارو میزنید. خیلی خوب. اون جمجمه رو میبینی؟ چه باحاله، انگار اینجا سرزمین روحاست. بیایید این رو تمومش کنیم. فکر کنم یه چیزی دیدم.
سگ آبی خول پیکر. سگ آبی پشمالو، جونده بومی جزیره استخونی که به جا مونده از دوره دایناسور هاست. بله بچه ها، اونا گوشت خارن. آخر خطه. هی دارن میرن. راستی بچه ها کسی مایاشو با خودش آورده؟ نه جدی میگم. بزن کشی نیست که من باید مایه داشته باشم. یکی یه کاری بکنه. صبر کن ببین. اون دیگه از کجا اومد؟ میخواستم یه پیکنیک رمانتیک داشته باشیم. بانونی که تو شلوارت بوده؟ فقط اونا رو بندازش. کار کرد. یالا مسابقه هنوز تموم نشده، هنوز باید ازشون امتیاز بگیریم. از کدوم رو قراره بری؟ چپ. مطمئناً چپ. نمیدونم، فکر کنم باید از راست بری. مسیر سمت راستی بهتره. به چی نگاه میکنی؟ ما یکی تیمو دارم میبینم. اونا دارن از سمت راستی میرن. پس ما میریم سمت چپ. ای بچه ها وحشت نکنین، ولی من دارم کوچیک میشم. باشه، از کجا باید بدونم ماسه روون چه شکلیه؟ خب دقیقاً شکل ماسه است دیگه. باورتون میشه گول اون رو خورده باشن؟ من اونو کار گذاشتم ولی اصلا فکرشو نمی کردم که اینا گیر بیفتن. خیلی عالیه. ترنت گیر کرده. دارم میام ترنت. نه یا منم گیر کردم. اصلا فکرشو نمی کردم اینطوری بشه. کمک، کسی نیست، کمک کنید. ممنونم رفیق، تو ناجی خوبی هستی. واقعا؟ قهرمان من از کجا اون کار یاد گرفتی؟ میدونی آخه فیلم زیاد نگاه میکنم. خیلی چشمگیر بود بچه ها، ولی هنوز باید مسابقه بدین. درست وقتی همه چیز برای ماهی ها خوب بود بدبختی شروع شد. او پام، من کارم تمومه. اصلا عادلانه نیست. چرا باید الان این اتفاق بیفته؟ چرا؟ جف مجبورید بدون من ادامه بدید. ما یکی رو جا نمیذاریم تا وقتی من هستم. نمیدونستم که موفق میشم یا نه. کاملا تو خطر بودم. قبلا موج سوارایی رو دیده بودم که کوسه گازشون گرفته بود. این یکی خیلی وحشتناکه. اون به راهش ادامه داد. این پسر قلب قوی داره. چطور اینقدر سریع این کارو کرد؟ همراه داشتن فندک منع قانونی نداره. ماهی ها تقریبا برندن. اگه با خودتون چیزی از جزیره خارج کنی تو آبا تلس میشی. ای وای چی شد؟ قایقا رو ممنونم از اینکه جونمو نجات دادی. فقط به یه همتیمی کمک کردم.
یه ذره میخوای؟ نه ممنون. ترنت بیا با هم حرف بزنیم مثل دوتا مرد. خب باشه، درباره چی میخوای حرف بزنی؟ گون ببین، من سعیمو کردم ولی نشد چند بار. مسئله اینه که اون دلش پیش من نیست، پیش توه. اگه دروغ بگی صورتتو به هم میریزم و دوباره میسازم، فهمیدی؟ هی رفیق، از دروغ گفتن به تو چی گیرم میاد؟ باشه، حالا فکر میکنی باید چیکارش کنم؟ خب بهت میگم ترنت، بلدم چی کار کنم. خانوما هنوز مهمونی چایتون تموم نشده، ما اینجا وسط یه رقابتیم. آی 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 بریجی تو آموزش کمک‌های اولیه دیدی؟ شاید بتونی زخم جفری کاری بکنی. شاید قنقاریا گرفته یا عفونت جنگلی یا قارچ انگشت. من یکی به جف بده کنم، کمکم کرد به ترسم از آب غلبه کنم. وقتی دیدم با اون خانم مشکل داره باید میرفتم و کمکش میکردم. به اندازه کافی بزرگ نیست. شنیدید چی گفت؟ به چوب بیشتری احتیاج داریم. یالا بریم. حالا چطوری میخوایم بریم خونه؟ این کارمون رو راه میندازه. یه آتیش زنه دستازه که خودم از شیره درخت و ماسه ساختم. عقب وایسید، قراره خیلی بزرگ باشه. برنده ما آتیش خودش رو روشن کرد. امتیاز برای موشا. از کجا اونو یاد گرفتی؟ میدونی یه تابستون با ذخیره ها بودم. اونجا یه مشکل برام پیش اومد و کل آشپزخونه از تصادفی آتیش زدم. هنوزم داغش رو پشتم مونده و کوچولو. الانم از ارتش فرار کردم. بچه‌ها از اونجایی که شما از ماجرای ماسه روان شوکه شدید باید جداتون کنیم. چطور من با لینزی و بب برم و گون میتونه با ترنت پارو بزنه؟ به نظرم خوبه. بدون پارو میخوایم چی کار کنیم؟ میتونین یه نفر عقب قایق بذارین تا شنا کنه و اونو به طرف جلو هل بده. من یه بار این کارو با یه قایق بزرگ 18 متری کردم. تمام خدمه مجبور شدن 8 روز با پا شنا کنن تا به ساحل برسیم. 4 نفرمونو کوتاه خوردن، منو نخوردن. باشه تا بعد. میتونه عملی باشه. ما یه آدم خیلی قوی میخوایم تا قایقا رو برگردونه. دیجی تو تنها آدم قوی اینجا هستی. نمیتونه ازش بخوای این کارو بکنه. اون نمیتونه شنا کنه. جف میدونم که شما با هم دوستین ولی دیجی تنها شانسیه که ما داریم. راست میگه، از این بازوها کاری بر نمیاد. من این کارو میکنم. ها تو با اون زخمت نمیتونی شنا کنی. تو کاملا از ریخت افتادی. من خودم انجام میدم. مجبورم. همش به من بستگی داشت. باید مثل یک ماهی قاتل شنا میکردم و پرش گویم قرار نبود جلوی کارم رو بگیره. تو واقعا یک مرد شجاعی. دی جی دی جی دی جی دی جی. اوه مرکه دی جی. ماهی های قاتل برندن. تو باعث شدی ببازیم. کلکت کندم. گوش کن، تو خیلی خوش شانسی که دیگه گواهی نامه قتلم باطل شده. و حالا مهمونی شیرینی که همیشه باعث هیجان و نگرانیه. وقتی اسمتون رو صدا میزنم بیایید و شیرینیتون رو بردارید. بت، ترنت، گون، کودی، اوون، هدر، لشونا. یه شیرینی باقی مونده. اون کسی که این شیرینی بهش نرسه از اسکله بازنده ها میره و سوار قایق بازنده ها میشه. اون چه کسیه؟
ها؟ ایزی ما میدونیم که تو اونجایی، تو بازداشتی. منظورت اینه که تمام چرندیاتی که گفتی راست بود؟ نه فقط سوار نظام کانادا میبینم تو من هیچ وقت زنده نمیگیریم. خب اون پایان کار بود. شب همگی خوش. عالیه. اون یه مایوه. خوب میشناسیش و خوب میدونی معنیش چیه. از شستن ظرفا لذت ببر رفیق. منظورت اینه که مال یه جنتلمن وقتی مخ میزنه لو نمیده. تو چست داری؟ جایی تو بودم وقتم واسش حروم نمی کردم. شاید من بکنم.